با سلام درود خدمت شما همراهان گرامی. در این ویدیو قصد دارم این نقشه که جناب گریسون در لندن طراحی کرده به نام AE به طور مختصرات و حالا ما در ایران بهش میگیم مدل زمین تخت لندنی. این مدل میخوایم ما به کلی نقص کنیم و دیگه انتظار نداریم توسط حالا تختگرایان یا کرویگرایان این مورد دیده بشه. این مورد سراسر پر از ایراد هست و کلی تناقض داره و اولین و بزرگترین تناقض این مدل همین چرخش خورشید و ماهه. یعنی در خوشبینانه ترین حالت 1/4 زمین روشن میشه و بیش از 6 ساعت هیچ نقطه روشنی نخواهد داشت و همچنین 6 ماه شبانه روز شمال و جنوب به کلی به فنا میره، یعنی دیگه دائما شبانه روز داره و همین موضوع برای نقض این مدل کافیه. ولی خب ما فقط به این مورد استناد نمی کنیم و از نظر دینی هم بهتون بگم که کعبه وسط زمینه نه قطب شمال و همچنین طبق مشاهدات مردمی 2 تا ستاره ما داریم به نام سیگما و پولاریس و ستارگان بخشی از اونها به دور ستاره سیگما میگردند در جنوبگان و بخشی به دور شمالگان میگردند، یعنی پولاریس. دقیقاً به همین شکل دقت کنید، دقیقاً به همین شکل. بعد هزاران سال هم هستش که این 2 تا ستاره توسط مردم که حالا رویت شده در سر جای خودش ثابت دیده شده و ایستاده و همچنین تابستون و زمستون و بهار و پاییز دیگه مطرح نیست و همچنین در تمام 365 روز سال و در تمام 24 ساعت روز شبانه روز این ستاره در سر جاشون ایستادن، هیچ حرکتی هم به هیچ جایی ندارن و این نشون میده که زمین یک کره چرخان دیوانه نیست و همین مورد به تنهایی برای نقض کرویت کافیه. چرا که چون با فرض کرویت زمین کره ثابت که نیست، یک کره چرخان دیوانه است با سرعت با 10 برابر سرعت یه فشنگ هم در حال شوت شدنه، یعنی 1666 کیلومتر بر ثانیه. این مورد خیلی زیاده اگر قرار باشه زمین با چنین سرعت وحشتناکی در حال شوت شدن باشه. بنابراین هرچند وقتی ما با ستارگان جدیدی مواجه می‌شدیم بعدش هم رویت 2 تا ستاره ثابت اونم همیشه در سر یک جا غیر ممکنه دیگه، خودتون که بهتر میدونید. همینها در حالتی ممکنه که زمین ثابت باشه ولی گنبد دنوا و اجرام درون گنبد دنوا بچرخند و حالا در مسیرهای خودشون جاری باشن. حالا باید به این ویدیو بپردازیم که یک زمین تختگرا اومده و همین مدل لندنی رو رد و نقض کرده. میگه آقا طبق مشاهدات مردم استرالیا خورشید از این ور در میاد در زمستان و به این سمت غروب میکنه. اگر مدل لندنی در نظر بگیریم چه چیزی باطله؟ خب میگه فقط من به این اطلاعات در سایت sunkalk.net استناد نکردم و به یکی از دوستانم که در استرالیا یعنی شهر ملبورن بود گفتن که این ویدیو رو ضبط کنه از غروب خورشید در زمان خب در اینجا که میبینید خورشید در زاویه 250 درجه جنوب غربی در حال غروب کردنه. حساب کنید اینجا اس هست، خب یعنی جنوب، اینجا هم که غرب هست، این جنوب غربیه. دقیقا خورشید داره به این شکل میره. نگاه کنید جلو. حالا چند ثانیه دیگه به 247 هم میرسه. خب کمی جلوتر، خب به 247 هم میرسه و این یعنی که اون مدل باطله. حالا یه ویدیو دیگه نشون میده از
یه شهر دیگه که در جنوب استرالیا قرار داره، تاسمانیا. خب میگه در همین لحظه خورشید داره در درجه 260 درجه جنوب غربی غروب میکنه. خب اینم 260 درجه جنوب غربی. خب بله، طرف 10 روز دیگه دوباره به همین زاویه غروب خورشید نگاه میکنه و کامپسش رو همون قسم نماشون میذاره و این دفعه میبینه که به 250 و 240 هم میرسه. خب اینجا الان تقریبا 250 درجه است. به همین شکل در دقت کنید به این شکل خورشید در میاد و به این شکل غروب میکنه. و حالا یکم بریم جلوتر، متوجه میشید در این ویدیو حالا گفته شده که خورشید به هیچ وجه نمیتونه به این شکل که یک دیوار هست زمین رو نصفش رو روشن کنه. بنابراین این مدل غلطه و این حقیقتی هستش که سعی میکنن پنهان کنن از این مدل. ببین بازم تکرار میکنم کسی که این ویدیو رو ساخته یک تحقیق راست فقط به مدل ای اعتقاد نداره و نقضش کرده. اینه که دشمن خبر داره که این نقشه غلطه، به همین جهت هم هست که تمامی رسانه‌ها هجوم کردن روی نقشه برای نقض زمین تخت. ادامه دادن و استفاده کردن از این مدل شکست خورده دیوانگیه، چیزی که داره میگه اینجا. دفاع کردن از مدل شکست خورده باعث نابودیه، بازم داره میگه. خب دقیقا به خاطر همین مشکلات این مدل بودش که من از سال قبل که مجموعه رو راه اندازی کردم باش به شدت مخالفت میکردم. ببینید چند بار دارم میگم این مدل سراسر پر از ایراد و تناقضه و مدلی که واقعا ارزش کار کردن داره این هست، همین چیزی که اینجا دارید میبینید، یک مدل دو قطبی با مرکزیت کعبه. و اگر که میخواید توضیحات بیشتری در خصوص مدل مشاهده کنید، دو تا شبیه سازی انجام دادیم. یکی توضیح شفاهیه، خب قسمت یک، قسمت دوم هم که این هست. حالا قسمت سوم و چهارم و حتی پنجم تا دهم هم ممکنه برسیم. فعلا در حال توسعه مدل هستیم و انشاءالله که هر روز بهتر از روز قبل بشه. الان مدل زمین تخت ما از هر نظری کامله، فقط باید به دو سه تا مورد به خوبی بررسی کنیم، به خوبی رسیدگی کنیم و جلو بریم. اولین مورد که این خودتون بهتر میدونید همین شبانه روزه. دومین مورد پروازها هست که باید به صورت دقیق ارائه بدیم با توجه به اسناد و شواهد و مدارک که در نتیجه این یک مستنداتی قوی داشته باشیم برای توضیح مدل. امیدوارم که این ویدیو تا همین حد براتون مفید واقع شده باشه. بعد بازم میگم منتظر باشید در آینده باز مدل رو توسعه و هر بار که به اطلاعات بهتری رسیدیم در سایت شما رو با خبر میکنیم. موفق و مایت باشید.